53 دولت، زیاده از 2 میلیارد مسلمان. اما امروز یک امت با این همه شماره ضعیف و پراکنده شده است. دولت‌های خرد که حتی در خریطه به سختی دیده می‌شوند به تقدیر این امت بزرگ، امت محمد صلی الله علیه و سلم بازی کرده ایستادند و این منظره هم نو نیست. این همان چیزی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیش از 1400 سال پیش از آن امتش را هشدار داده بود و فرمود نزدیک است که ملت ها بر ضد شما همدیگر را دعوت میکنند، همانطوری که خورندگان یکدیگر را به سوی طبق غذا دعوت میکنند. این هنگام صحابگان کرام به تعجب افتادند و پرسیدند، گفتند ای رسول الله، آیا ما آن روزها کم هستیم، کم خواهیم بود؟ جواب گفته شد که بر دل هر مسلمان، هر مؤمن تکان دهنده است. گفتند صلی الله علیه و سلم نه، بلکه شما آن روز بسیار هستید، خیلی زیاد هستید، اما مثل یک کف که بر روی آب هستید. آن کف که موج آن را به هر طرف میزند، هر جا که خواهد، هر کاری که بخواهد میکند. کف که وزن ندارد، کف که بر این بحر تأثیر ندارد. و سپس رسول الله صلی الله علیه و سلم سبب این ضعف این امت رو بیان کردند و گفتند که الله سبحانه و تعالی ترس شما را از دلهای دشمنانتون میبردارد. که دشمن دیگر از شما نمیترسد، چشم ترس ندارد و در دلهای شما وهن میاندازد. صحابگان کرام با حیرت پرسیدند ای رسول الله، وهن چی است؟ چی معنا دارد؟ و رسول الله در جواب گفتند دوست داشتن دنیا و بعد دیدن مرگ، این است درد امت. وقتی که دنیا از دین مهمتر میگردد، وقتی که مال از حقیقت مهمتر میگردد، وقتی که منصب از عدالت را هم دیده مهمتر میگردد، وقتی که ترس مرگ از ترس الله دیده بیشتر میشود، آنگاه است که امت ضعیف گشتند، آنگاه دشمنان جرأت پیدا میکنند، آنگاه است که این عزت از بین میرود. اما امت محمد صلی الله علیه و سلم هنوز هم زنده است. در بین آنها مردم زنده هستند، امتی که با خود قرآن دارند، آن را شب و روز تلاوت میکنند، با فهم و درک آن تحمل و تعامل میاندیشند، امتی که پایبند سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند، امتی که پروردگاری را دارند که او را بر ربوبیتش، به الوهیتش و بر اسما و صفاتش میشناسند، امتی که تمام نوعهای عبادت را از برای الله اجرا میکنند و بر او کسی چیزی را شریک قرار نمیدهند، امتی که الله سبحانه و تعالی با اسما و صفاتش شناختند بدون تکییف و تغییر و تبدیل و تشبیه. و هرگاه که امت به سوی الله سبحانه و تعالی با این چیزها به سوی الله باز بگردد و هرگاه دلها پاک شود و هرگاه ایمان زنده شود، آن هنگام است که عزت و توانایی و قدرت و شجاعتمندی برمیگردد. امت دوباره سربلند می شود، زیرا الله سبحانه و تعالی می فرماید العزت لله و لرسوله، عزت از آن الله و از آن رسولش و از آن مؤمنان است. پس سوال این نیست که چرا ما ضعیف شده ایم، سوال اینجاست که آیا ما می توانیم به سوی الله سبحانه و تعالی باز بگردیم و آن عزت گم شده را باز هم پیدا کرده با آن سربلندی و خوشحالی زندگی کنیم و در آخرت رضوان الله سبحانه و تعالی را نیز به دست بیاوریم.